حتما شما هم این روزها از یه دوگانه جعلی شنیدید، یا سوگواری یا مبارزه. در صورتی که این دوگانه هم از نظر انسانی غلطه و هم از نظر تاریخی. میخوام توجهتون رو جلب کنم به آمار کشته شده های تصادفات جاده‌ای در کشور خودمون ایران در سال گذشته که بالای 20,000 نفر بوده، اما هیچ وقت جامعه‌ای برای تلفات تصادفات جاده‌ای سوگواری نکرده. اما اگر قطاری از ریل خارج شده باشه و همزمان 200 نفر جان عزیز از دست رفته باشه، جامعه سوگوار میشه. اگر هواپیمایی با ساختمانی برخورد کنه 300 نفر همزمان از بین برن یا کشتی غرق بشه، جامعه سوگوار میشه. اگر زلزله بیاد در شهری، با اینکه میدونیم بلایای طبیعیه، با این حال چون در عرض چند ثانیه ممکنه چند هزار نفر آسیب ببینن، جامعه سوگوار میشه. هنوز هم آمار تلفات تصادفات جاده‌ای بیشتره ها، چند 10 برابره. اما چون به مرور در 1 سال اتفاق افتاده، داستانش فرق میکنه با زمانی که در یک مکان در یک زمان جانهای زیادی داره از دست میره. چیزی که امروز ما باهاش مواجهیم یک کشتار جمعی، نه بلایای طبیعی، نه حادثه یا تصادفه، یک جنایت. ما برای یک جنایت سوگواریم و جامعه بعد از این ترومای جمعی هم حق داره که سوگواری بکنه و هم نیاز داره که سوگواری بکنه. و من بهتون بگم که ماندگارترین و ریشه دارترین مبارزه ها از دل همین سوگ میاد بیرون. اما توی این شرایطی که هستیم هیچ کس حق نداره به کسان دیگه بگه گریه بکنن یا نکنن، عزاداری بکنن یا نکنن، بگه الان وقتش نیست، بگه سوگوار نشو، بگه قوی باش، مبارزه بکن. سوگ ضعف نیست که نقطه مقابل مبارزه باشه. و هر کس به شیوه خودش سوگواری میکنه. یکی فریاد میزنه، یکی سکوت میکنه، یکی مینویسه، یکی زمینگیر میشه، یکی میرقصه و همش واقعیه، همش مشروعه. سوگ نقطه مقابل مبارزه نیست، سوگ ریشه مبارزه است. ما سوگواریم و باید ریشه کسی رو که باعث این سوگواری شد بکنیم.